وابسته به امکانات مساعد، اقلیم و زمین‌های وسیع کرم آبی، اهل زحمت ناحیه وخش در فراوانی بازار استعمالی سهم ارزنده می‌گذارند. مخصوصاً این شب و روز جمع‌آوری بلغاری و قلمفور در خواجگی‌های پیشقدم ناحیه آغاز گشته است و دهقانان تلاش دارند تا هرچی زودتر محصول دست خود را چیده و پیشنهاد ساکنان گردانند. گرمخانه تشکیل کردن در قطعه زمینی که 6 ساته در همه گرمخانه ها من به واسطه من بلغاری که من میگم ما پرورش داریم، انا ما بلغاری کردیم، بلغاری میچینیم، اینجا خریدارا از شهر دوشنبه میان همینجا خریداری میکنن با نرخی دهقانی خودمون. بعد این بلغاری تمام شدن ما در همینجا مکدان میکاریم. اساسیش ما بگیریم در خانه هامون گرمخانه داریم که 20 سپتامبر ما تخم همیره روغش میکاریم. از همه واسطه همه تخم ما نگاه بین میکنیم در 5 ماه قریب زمستان میگذرونیم. 5 ماه پرورش میکنیم، بعد 5 ماه گرفته در همه در گرمخانه ها بعد میشونیم. باید گفت که ساکنان ناحیه وخش مهنت قرین بوده هر یک قطعه زمینی در اختیار داشته خود را عاقلانه و ثمرناک استفاده میبرند. از اینجاست که امروز در اکثر خواجگی های دهقانی حدود ناحیه نشأ و نمای محصولات کشاورزی خوب به نظر میرسد. در خواجگی ما کارتوشکا، پیاز، قلافری بلغاری، پامیدور کارده شدگی تمام محصولات ها هست. برای حاصل خوب گرفتن باید مهنت حلال کردن در کار. به مهنت یگان چیز نمیشود. پیاز میکاریم، بعد پیاز گرفتن در جاش مکه علفی برای خوراک شروع میگیریم، بعد اون در جاش بود کرم میکاریم که همون برای بازار استعمال رو کردن طلبات برای همون بسیارتر است. بعد حاصل گرفتن در ماهای نوامبر دکمبر زمین را شدگار میکنیم. در جایی که مثال من کارتوشکا میکاریم، مثال پیاز میکاریم، باقی مونده شد برای بهار تیار کرده میمونیم. خواجگیداران و برزگران ناحیه در سمت پخته‌کاری نیز تجربه بای داشته همساله با رعایت کارهای اگروتکنیکی حاصل فراوان به دست میآورند. ما امروز شنوندیم خیلی کار کردیم، خدا را شکر کلیمکا قد شنوندیمش خوبتر شده هر ساله. نه که بارون و داو چیز ما را ضرر نداد. نه پخته ما مقصد هر ساله خیلی فرق داره. شو پخته خوب بوده. شنودیم خیتایش هم خیلی داروش دادم 150 کیلو داروش دادم. اینا پیش وقت به کلیمکا میکرد خیلی فرق داره. کلیمکا قطعی خوب میشیده. نه یا دارو قطعی کلان شد. بعد علف نداره اینا. مقصد مردم کار کردنش آسان‌تر بوده. علف نیست. کооپراتیو تجارتی تخم پروری حاجی زاکر از زمره خواجگی های پیشقدم پخته‌کار در ناحیه به شمار می رود. سهامداران خواجگی مذکور همساله در مساحت 41 هکتار نوع سرحاصل پخته کش نموده با استفاده از تجربه بای خود از اولین ها شده به جمع آوری حاصل آغاز می کنند. همین است که پخته کش نموده خواجگی امروز نشأ و نمای خوب دارد. نقشه داریم که همین 2 سپتامبر چیندن سر کنیم. هر سال همین خیلی میشود. بود هوا خوبتر اومد. هر سال ده امسال با یک 10-15 روز پیش پخته هم پیش شنوندیمش هم با پیش شیدسته هوزی مقصد این پخته ما هر سال خیلی کار ما فرق داره. با اینا کلیوکا قطع شنوندیمش با مقصد نه بارونا و چیزا ما را ضرر ندادند. مقصد کل دیگه میگیم که می تخمی ترکی را همش همین خیتایی ترکیش بشنونیم. تخمی خوب بوده. مقصد خیلی خیتایش هم شنوندیم یکم سال یک او را ما قطعی کار کردگی نیستیم. همه آدما میپرسیم مییم کار کردیم. حاضرش خیلی اگه کمبودی نداره. کربامیت امافوس دادگیم. با دیم دارم دا کربامیت امافوس نیتر امافوس میتونم. سیم دارم دا کربامیت سلیتر میتونم. بین ایش یکم 20 روز 22 روز هم خیلی فرق میکنه. حالا که تو گل شونه کردن شد دیگه آب نمیمونه میره ما. گل شونه میکنه مقصد بعضش کراک میقپه بعد آبش میمونه. اینم آب مونده برآوردگیشم. دیگه آب موندگی نیسته هوزی. دلشونه شب خپه بعد با آوش میمونه. در واقع تجربه بای زمین های زرخیز و مهنت شبانه روزی مردی برزگر امروز تمام دکان و بازارهای مملکت را فراوان نگاه می دارد. از یک جانب دهقانان با استفاده درست زمین روزگار خود را به می گردانند، از سوی دیگر دسترخوان ساکنان را با محصولات تر و تازه وطنی تأمین می سازند.